جانم مادر جان، چه کمکی از من برمیاد؟ اومدم پسرم آزاد کنی ببرمش. پسر شما پرونده قطور داره، به این راحتی ها آزاد نمیشه. خب پروندهشو ببندیم ببرمش. واخه نمیشه که، پروندهش خیلی سنگینه مادر جان. چجوری این پرونده؟ منم هستم این برش، من میگم اون شما ببندینش ببرمش دیگه. شما اصلا میدونین چند نفر از پسر شما شکایت کردن؟ شکایت کردن که کردن، خاک به سرشون، همیشه شکایت میکردن بچگی. خب شما چی میگفتین به این کسی که شکایت میکردن؟ ما چیزی بهشون نمیگفتیم، مثلا باشون حرف نمیزدیم، فوششون میدادیم، در میبستیم، یه موقعی هم آب جوش میریختیم روشون. خانم شما میدونستین پسرتون مواد مخدر استعمال میکرده؟ استعمال نمیکرد، میکشید. بعد شما هیچی بهش نمیگفتین؟ چرا میگفتم برو زیر هود بکش که هوا رو آلوده نکنی. خانم پسر شما چند مورد ضرب و جرح هم داره. بچه‌ن خب زد و خورد میکنن. خانم زد و خورد نه، چند نفر رو زده لت و پار کرده تو این دعواها. خب چاقوه میبره، شما به این چاقو رسیدگی نمیکنین میبره. خب بعد بریده زده چند نفر رو کشته. مرگ دست خداست، پسر من وسیله است آقا. مادر جون بفهمید من نمیتونم کاری انجام بدم. منم جای مادرت، تو هم جای پسرم، من مادرم. خب خواهش میکنم به من بگین چی میشه، چی پاره جونم چی میشه ها؟ شما آروم باشین ها؟ نمیدونم طاقتشو داری من بهتون بگم یا نه. بله بعد اعدامش بگین یارانش رو قطع نکنن که ما جای خالیشو با یارانش پر کنیم، سبد کالا که بماند نمیدن اصلا. کلا ناراحتینا نیستین نه؟ نه خیر. بفرمایید بیرون مادر جان. آب بخورم؟ بفرم.